سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما با شما ادامه می دهیم آموزش لغت های زبان روسی را. دوستان عزیز، چنانچه ما به شما وعده داده بودیم، درس امروزینه ما موضوع دوم خانواده می باشد. با ما همراه باشید. تیاتیا خاله یا اینکه عمه. دیادیا تقایی یا اینکه اماکی. کرسنی اتец یا اینکه отчим پدر ناتنی. کرسنیا مات یا اینکه ماچخه مادر ناتنی. сводный брат برادر ناتنی. сводная сестра خواهر ناتنی. приемный ребенок فرزند ناتنی. племянница جیان ولی جیانی دختر. племянник جیان ولی جیانی پسر. двоюродный брат амак бача. двоюродная сестра амак дختر. свекровь خوشدامن یعنی مادر شوهر. свекор خسر پدر شوهر. تیوشا خوشدامن مادر زن. تست خسر پدر زن. نیوسکا یا اینکه سنخه کلین. شورین دادر عروس. свояченица خواهر عروس. холостой یا اینکه نژناتý مجرد یعنی بزن. نزامужняя به شوهر. ژناتý زندار. замужняя شوهردار. бывший муж شوهر سابق. бывшая жена زن سابق. невеста نامزد. любовник عاشق. любовница معشوقه. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما می‌نداریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن و کانال ما آبونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.